من بسیار از زندگی خود شکر میکنم که روزهای خدا داده به هر روز و به هر دقیقه من از سال کهنه گپ زنیم. اگر سال کهنه چقدر کسلی ها آمد اینها دیگر تکرار نشود. من از نام خودم، از نام اهل عائله، فرزندا، نبیرا، تمام خلق سمرقند با سال نوی آمده ایستاده تبریک میگویم. بگذار کسلی ها دور شود، آینده با سال نو فیض، برکه، آبادی، تینجی، خاطر جمعی شود. همه شما را باز یک بار تبریک میکنم از صمیم دل. استاد ترسونزاده فرمودند که چشم من سیری ندارد از تماشای زمین، خواهم از مد نظر نفتد یگان جای زمین. اینه بینید که آدمی ذات اگر 80 به 100 به در آدم از طبیعت از روی زمین سیر نمیشد. برای همین من همین چیز یک زمزمه میکنم، یک کوپلت. چشم من سیری ندارد از تماشای زمین، خواهم از مد نظر نفتد یگان جای زمین. چشم من خواهد که بی ند نوبهاران بیشمار، بارها بیند شکوف تنهای گل های زمین، بارها بیند شکوف تنهای گل های زمین. باز یک بار تبریک همه شما.